بعضی از دوستان از ما احناف سوال میکنن به نسبت این موضوع که شما چرا به فلان حدیث و به فلان حدیث که از سندیت هم خیلی بالا هست عمل نمی کنین. دوستان اینجا دقت بکنین، فرق حدیث با سنت فرقی آشکار هست. احادیث نبی خدا صلی الله علیه وسلم از نظر قولی و فعلی و تقریری در طول 23 سال از نبی خدا صلی الله علیه وسلم هر چیزی که به ثبوت رسیده همه اینها را میگن احادیث یا حدیث. اما سنت به اون عملی گفته میشه که آخرین فعل و آخرین قول و آخرین تقریر نبی خدا علیه السلام یا تایید نبی خدا علیه السلام را گفته میشه. حالا این که کدام حدیث سنت هست و کدام حدیث سنت نیست در ما بین مذاهب اربعه علمای اعلام به نسبت این تفاوت‌های وجود داره. مثلا رفع الیدین از نظر حدیثی کسی منکر این نیست که این حدیثی هست و از سندیدم خیلی بالا هست، ولی علمای احناف من جمله امام اعظم رحمت الله علیه و دیگران اعتقادشون بر اینه که این حدیث هست ولی سنت نیست. سنت اون آخرین عمل را میگن که نبی خدا اسلام عمل کرده و بر منهج استنباطی مذهب احناف علمای احناف میگن که بله در آخر الامر نبی خدا صلی الله علیه وسلم این مورد را ترک کرده، لذا ما این را سنت نمیدانیم. حالا امام شافعی رحمت الله این سنت میدن، اون هم مبارکه، در این ما هیچ مشکلی نداریم. اما این که ما چرا بر بعضی از احادیث عمل نمی کنیم بحث سر اینه که دوستان عزیز گرامی این احادیث را ما سنت نمیدانیم، علمای ما این را سنت نمیدانند. و در خود احادیث هم اگر شما دقت کرده باشین اصلا خود ما به نام اهل سنت هستیم. چرا میگم ما اهل سنت؟ اهل حدیث به ما نگفتن. در قدیم الایام ما را اهل سنت نامگذاری کردن، چرا اهل حدیث ما را نامگذاری نکردن؟ دوستان این به خاطر اینه که در احادیث نبی خدا صلی الله علیه وسلم به نسبت یادگیری احادیث ترغیبات زیادی آمده، اما به نسبت عمل کردن لفظ سنت آمده. چنانکه در احادیث زیادی آمده، در صحیح بخاری جلد 2 صفحه 757 آمده که نبی خدا فرمودن فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اونی که از سنت من رو بگردانه اون از امت من نیست. یا در احادیث ترمذی آمده من احیا سنتی، کسی که سنت مرا زنده بکنه. من احب سنتی، کسی که سنت مرا دوست داشته باشه. یا مثلا اون حدیث معروف هست نبی خدا فرموده علیکم بسنتی و سنت خلفای راشدین، شما لازم بگیرید سنت مرا و سنت خلفای راشدین را. لذا به نسبت عمل کردن تأکید بر احادیث نیامده بلکه تأکید بر سنت ها آمده. حالا اینکه کدام حدیث سنت هست یا کدام حدیث سنت نیست این ما بین علمای اعلام تفاوت رای وجود داره و بر همین مبنا هست که ما بین فقهای اعظام تفاوت رای وجود داره. چنانکه در صحیح مسلم باب انما الماء من الماء اینجا آمده که کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ینسخ حدیثه بعضه بعضا. بله اینطور بوده که بعضی از احادیث نبی خدا صلی الله علیه وسلم بعضی از اونها رو چیکار میکرده؟ منسوخ میکرده. کما ینسخ القرآن، همچنین که قرآن بعضی از آیات دیگر منسوخ قرار داده، همچنین این مورد در حدیث نبی خدا صلی الله علیه وسلم یافت میشد. بعد اینجا در صحیح مسلم صفحه 2662 از چاپ پاکستان آمده فکانوا یتبعون الاحدث فالاحدث من امره و یرون الناسخ المحکم، که فقهای کرام اعظام همون آخرین موردی را که از نبی خدا صلی الله علیه وسلم ثابت میشده دنبال همون بودن که سنت کدام عمل هست. و کان الفطر آخر الامرین و انما یؤخذ من امر رسول الله صلی الله علیه وسلم بالاخر فالاخر، همون عمل کردی را که در آخرین مورد نبی خدا صلی الله علیه وسلم نسبت به عمل کرده این مورد را فقهای اعظام مد نظر داشتن و بنابر همین موارد دوستان عزیزان گرامی ما را اهل سنت نامگذاری کردن. لذا اینکه شما میبینین که بعضا ما بر بعضی از احادیث در مذهب احناف عمل نمی کنیم، این به خاطر اجتهاد مذهب علمای احنافه که بنابر اصولی که در تبیین و تشریح و تثبیت احکام دارن اینجا اون مورد را ما سنت نمیدانیم. مثلا کسی منکر رفع الیدین نیست، کسی منکر گذاشتن دست بالای ناف نیست، کسی منکر آمین بالجهر نیست و کسی منکر بودن مثلا قرائت پشت امام نیست. همه اینا وجود دارن، کسی منکر اینا نیست. منتها در مذهب احناف چون که مسبت استنباطی است که کدوم یکی آخرین فعل نبی خدا صلی الله علیه وسلم یا کدامی که آخرین قول نبی خدا صلی الله علیه وسلم یا کدامی که آخرین تقریر یا تایید نبی خدا
صلی الله علیه و سلم بوده، به نسبت این امر اجتهادی است و بنابر همین موارد بوده که ما بین فقهای اعظام در ما بین اهل سنت و الجماعت اینجا تفاوت رای به وجود آمده. لذا این که ما را اهل حدیث نمیگن هم بر همین بنا است که ما اهل سنت هستیم. لذا هر حدیثی هم اینجا باید ما دانسته بشه که هر حدیثی قابل عمل نیست. چه بسیار از احادیثی هستن که از نظر سندیت بسیار در درجه بالایی قرار دارن، اما از نظر عمل کردن مونا این احادیث را علما منسوخ میدانند، بعضی موارد دیگر را منسوخ میدانند، بعضی موارد دیگر را منسوخ میدانند و بر همین مبنا من باز حرفم تکرار میکنم که ما بین فقهای اعظام نسبت به سنت بودن اون عمل چی بوده، چی پیش آمده، تفاوت رای پیش آمده. از نظر سندیت، از نظر حدیث بودن کسی نمیتونه منکر احادیث نبی خدا صلی الله علیه و سلم در مورد تفاوت، در مورد این اختلافی که ما بین فقها هست باشه. این همین مورد را همه قبول دارن، اما به نسبت سنت بودن این عمل ما بین فقهای اعظام تفاوت رای وجود داره. امیدوارم که تونسته باشم این مورد را تفهیم کرده باشم. لذا لازمه که هر کسی بر همون مذهب خودش پایبند باشه تا که انسان از سرگردانی نجات پیدا بکنه. شما دقت بکنید، اگر انسان تابع یک مذهب نباشه، انسان تابع خواهشات نفس خودش خواهد شد. چون پایبند بودن بر یک مذهب انسان را از تابع شدن بر خواهشات نفسانی نجات میده. چرا؟ چون که نفس انسان شرور هست و انسان دیگه از آسانی ها را برای خودش بیشتر قبول میکنه. لذا اگر تابع بودن بر یک مذهب را برای خودش لازم نگیره، اینجا دیگه به نسبت خواندن سنت ها، به نسبت شکستن وضو، به نسبت دست دادن به زن و دیگر مراتبی که انشالله من در جلسه دیگر اینها یادآوری خواهم کرد، انسان تابع خواهشات نفسانی خودش خواهد شد و همین سبب گمراهی انسان میشه. الله تعالی به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.